چه انگشتی یه درست حد زدم. سرسی داره. درود چطورید برابر؟ سلام. خب چه خبر؟ اومدیم با چهارمین ویدئوی جمیلی. امروز 2 تا چالش خفن داریم. گرداننده ایشونه. مرگ، لایک و سابسکرایب یادتون نره. 2 تا چالش داریم. چالش اول چالش باچه برقه. باورتون نمیشه اینجا بو پاترون همه جا نمیدونم. ناخونم داره، گفتم بهش ناخوناشم نمیگیری که چندش باشه. چیکار میخوایم بکنیم؟ تو چالش اول ما میان اسفامیل ساعت شنی بازی میکنیم. من یه دونه چالش بهش میدم، مثلا میگم اسم 3 تا حیوان از فلان. خب بعد باید تو زمانی که این ساعت شنی میاد پایین 15 ثانیه بگه اون 3 تا رو. اگه نگفت باید از این پاچه مرغ بخوره. اگرم گفت که من باید بخورم. چالش دوم چیه؟ چالش بادکنک. ما 3 تا بادکنک رو کردیم تو هم. اینا رو پر آب میکنیم، از بالا سرمون آویزون میکنیم. 3 تا کلمه من انتخاب کردم. بعد این تخم مرغا رو میذاریم دهن. تخم مرغ نیست عزیز من. این تخم چه پرنده‌ایه؟ نه ببخشید، این تخمیه که کامنت ها بگید که چه تخمیه دیگه. تخم یه پرنده‌ای. رو من میذارم تخم اون پرنده رو من میذارم دهن و اینجوری این کلمه رو میگیره. خب من باید حدس بزنم که چی داره میگه دیگه کلمه. اگه کلمه درست بود چی میشه؟ اگه جواد کلمه رو حدس زد من گاز میگیرم. درست حدس میزنم میشه گاز میگیره. کلمه رو حدس نزد با این تیپ یه خط میندازه رو بادکنک بالای سرش. بریم 3 تا حیوان با ف. وای خدا 3 تا حیوان با فوک. خب فیل. شت. فوک فیل. نوش جونه گوش بشه اسب به تنه. بابامه. حیوان با ف. سوال حیوان با ف. دوست دارم این فوک، فلامینگو، فیل، بدون 3 تایی که چت جی پی تی بهت گفته بقیه رو بگو. الان میگم. خب ببینید من اینو واقعا خوردم و الان دارم بالا میارم و این تمام استخوناش فقط مونده دیگه. ایشون هم باید خب بیارید و اینجا نشانه عذابه. خب 3 تا شهر که با ت شروع بشه. تاکستان، تایلند، تهران. شهر تایلند شهر نیست عزیزم. تایلند شهر نیست. تهران، تاکستان، توسرکان. گفتم دیر گفتی. نه دیر گفتی. ویدیو چک کنیم. بیا تهران، تاکستان، توسرکان. اوکی باشه. عزیزم میافتی پسرم. استخون جوداه. تبریز خودتون رو نمیگی؟ این تبلیغ نکنم. آسوناشو میخوام بگم. بزنم وسط. 3 تا غذا با که کباب کوبیده، کباب لقمه، کتلت، کوکو سبزی. خب گفتی دیگه. تو چیز کردی یه دونه حالا عاشق منه. لطفاً بخور. دوست داره من. اصلا دوست نداره. اینم از چیزشو پسماندشو بریز تو این. اینجا رو ببین. باش. این گوشتالوه رو بخور. مگه من براتون نگاه کن چه استخونی و چیزشو کوچولوشو انتخاب خدا کردی. با من نکنین کارو. خرابکاری‌های خودش اینا رو همه رو به یاد بیار. من پرندس میشم. خرابکاری‌های سگه، خرابکاری‌های گاوه، خرابکاری‌های همه. گاز زدن آشه میگرفتم. نه اون انگشتو باید کامل بکنی تو دهنت. چه انگشتی هست؟ انگشت چیه؟ سبابه؟ نه بابه. داره میگه جواد جون. خب
سوال من 3 تا کشور که با یه شروع بشه. یونان، یوونتوس، یوونتوس. اه. نه یوونتوس. یونان. وای یوری. یوری. سه تا کشور با یه نام ببر ببینم. من که زدم چت جی پی تی خیلی راحته. نه چطوره که؟ یمن، خب یوگسلاوی. یمن کشور نه پا یوونتوس کشور، یمن کشور نیست. یوونتوس بزرگتر معروف داره. بخور پاچتو. تو رو خدا. اینم بخور، این خوبه. نه اونو من نمیخورم، بمیرم لب نمیزنم. ژله‌ای چندشیه، ژله‌ای با پوست. این که میدونی این کجا رفته خیلی. 3 تا نوشیدنی باشه. چه نوشیدنی؟ شراب انگور، بابا شراب انگور، شراب سیب، شراب هلو. همه اینا هم میشه کاملا هم درست گفتم. نه. بله. نه. یعنی چی؟ آقا شراب هلو داریم. جواب چه جدا داری میکنی؟ چی بگم به چر میزنی؟ آقا 3 تا 3 چیز گفتی شربت، شراب، شیر. شربت، این همه شربت داریم، انواع شربت داریم. من دیگه یه دونه دیگه هم نمیخوام. زوریه میخورم. زوریه. باشه. تو کامنت ها بگه جواد باخت یا حق برد. داشت یا حق نداشت واقعا. یعنی چی؟ شراب هلو کاری داره. 3 تا میوه. تصور کن 3 تا میوه که با ب شروع شده باشه. بنانا. نه میوه قشنگ درست. بالهنگ. بی بابا باس. ای یحیی بابا دوست داره. یحیی دوست داره. این همه دوست داره. بارنگ، بلوبری. همه رو بخور. الکی چیز نکن. وقتی که میگم 3 تا شراب از وزق میده. اینجا جمع میشه یه چیزایی اونه. چالش دوم. نه برو بریم. خوشمزه است؟ خب یه بار دیگه بگو. پفک نمکی. باید چی کار کنیم؟ اگر درست حد زدم آقا تو دهنت قشنگ بریزه، تو دهنت بشون. رنگ جالبی داره ولی زرد طلاییه. خب بعدی منم. آره بخور. پفک نمکی چه راحته. مزه‌شو میدونه. قلباقی قربالگری. داره میشکنه. توشم شیب ای ببینم. نکن ببین. یا ابوالفضل احتیاط. نمیدونم بگو. ارتباط پذیری. ارتباط ناپریزی. خیلی بزن. استدلال ناپذیری. یا ابوالفضل. با من گرزش ببین بابا رو ببین بابا رو. 1 2 خدا قشنگ بزن خب. نه میخوام چیز نه قشنگ بزنم که
این اصلا نمیزنه. قلبم وایساد. وای خدا. بذار ببینم چی میگه. خیلی خوب. بوس یا دشمنه؟ چی میگی بوس؟ یکی دیگه هم بگویم. بوس یا دشمن. بورسیا دورتموند. نکن. ای گازش بزن. گازش اسم بزن. تیمه. نه. به بورسیا دورتموند باختی. اولیه وای چه استرسی داره. وای دومی هم رفت. به من هیچ ربطی نداره. دوتایی زدی من خوب زدم. یکی دیگه اشتباهت بزنی تمومه. سپیده. فرماندهی. دهی داره آخرش. سربازدهی. یه چیزی پرتی. آخه هیچ کلمه فرماندهی ساماندهی. گفتم ساماندهی. تو دهنت نبود. چقدر نامرد. من قشنگ تو دهنم چیز کردم. من بمیرم هم اینو تو دهنم دیگه نمی‌کنم. باید بکنی. یا جان. چه؟ چی میگی؟ چند کلمه هست؟ 2 کلمه هست؟ خب کیلویه و قویه بعدی توی اوه خدا. وای تو چقدر دل داری. یعنی بشین دیگه. بشین مامان. میترسم رو خب تو برو. مثل فرونی جان. گاز خیلی حساس شده. بازی خیلی به بازی به جای جای حساسش آره کشید. واقعا. تو بس زودتر به بازی که من نبازم. اگر من یکی دیگه بزنم رفتم. چی؟ یه نگو این قایقی زیر قایقی. برو زیر سیگاری. چه بدونم واقعا معلوم نیست. فقط یه دونه داریم. اینم بزنیم بریم. بی قایقی معنی نه. الان فرد بزن بی قاعدگی. مامان نزنی نه میخوام تو آخر ما علکی درست کنم لطفا. یه قلبم اومد تو دهنم. وای برو بعدی. اومده تو بیا. با تو بذار نمیکنه. باید زهر ما خب بد میگی. یه دونه اصلا قشنگ نمیگه. کوزه داره.
این نمیدونه خیلی نامرد. بخواه باید بگم تو دهنت میشکنه. به خدا این نمیدونم چی میگه. بابا 10 تا کلمه میگه. یحیی. بایر لورکوزن. اسم تیم بود خیلی هم خوب بود. یه اسم تیم بود دیگه. باید میدونستی دیگه بایر لورکوزن. حالا خوبه چیزهای سخت‌تر نگفتم. شموشک نوشهر می‌خواستم بگم. به خدا دفعه گلگوهر سیلزیان هم میتونستم بگم. بباس میگه بباس. بیا اینجا وایسا اون ته وایسا. فقط به خاطر تو. اوه شیت چقدر زیاد بود. میکروفون رو منم ریخت. همینطوری خداحافظی کن. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا ویدیوهای نه نمیریزی نامردی. از این نامردی ها نمیکنی. چالش باختی تمام شده رفته. خب تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. خداحافظ.